در تاجیکستان هفته اروپایی ایمونیزاسیا یا خود امگذرانی آغاز یافت. در یک نشست بخشیده به آغاز این چاره‌بینی، منصبداران وزارت بهداشت تاجیکستان گفتند که امسال در مرکز توجه محو فاصله ها در امگذرانی بوده است. به قول نوروز جعفرов، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، در دوام یک هفته نمایندگان آنها به شهر و ناحیه ها سفر نموده میان مردم ضرر و منفیت امکنی کودکان را میفهمانند. همچنین در این هفته برای بلند برداشتن دانش کارمندان طب هم سمینارها تشکیل کرده می شوند. خادمان وزارت بهداشت تاجیکستان میگویند سالانه در تاجیکستان حدود 150,000 کودک واکسینه میگیرند و این عمل باعث کاهش بیماری های سرایتی میان کودکان شده است. در پایان این نشست خبرنگار رادیو آزادی شادمان یتیم از مارینا نظرخدایوا، مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکا، پرسید که در کدام منطقه های تاجیکستان امگذرانی با دشواری ها مواجه می شود. منطقه هایی که برای دشوارگذر در نویه‌های در ولایت مقدار کوهستانی و درخشان، همچنین در ولایت سوخت و ولایت خرطوم، منطقه رشت نویه‌های توبه جمهوری، منطقه رشت نویه‌های توبه جمهوری نویه‌هایی هستند که از سبب دوردست بودن و نداشتن شرایط و هم سطح فراگیریشون اندک پستر هست نسبت به سطح جمهوریوی، لیکن در اون جاها با پسته گروه‌های سیار یعنی مامین بریگادو تشکیل می شوند که کارمندان طب رفته در همون نویه‌ها در جاهای دوردست کودکان رو با ایمونیزاسیا فرا میگیرند. سپس شادمان یتیم از مارینا نظرخدایوا خواهش کرد درباره تهدیدی که کودکان محروم از واکسین یا خود امگذرانی سری وقتی روبرو هستند اطلاع دهد. اگر کودکانی که به ایمونیزاسیا فرا گرفته نمیشوند، آنها به هم بیماری‌هایی که به واسطه ایمونیزاسیا یعنی به واسطه همین واکسن اونها را ما میتوانیم پیشگیری کنیم، به همین بیماری‌ها دچار شده از همین بیماری‌ها یا از اوریزه‌هایی که به همین بیماری‌ها این بیماری‌ها به اوریزه‌ها وارد می‌رسانند ففتیدن یا به نقصانی ها آورده رساندنش ممکن است. مثلا اگر واکسن پولیومیلیت نگیرن، کودکان با بیماری فلج یعنی پولیومیلیت که وای تا یک عمره نقصان پیدا کرده میشن یعنی یک عمره پارالیچ میشود به همین آورده میرسانند. یا مثلا بیماری هایی که گلوزیندونک که میدونی که از سالهای پیش وقتی که بعد جنگ ها ایمونیزاسیا به واسطه این بیماری گذرانده نشد، ففت بسیار بود، کودکان و اوریزه ها دچار می شدند. حاضر سبب همینه که سری وقت و سطح فراگیر بلند هست، چقدر شما از ویو دیدید بیماری ها با قید گرفته نمی شود. تشکر. خودتون معرفی. نظرخدایوا مارینا، مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی ایمونوپروفیلاکتیکا. مارینا. تشکر. به سوالهای رادیو آزادی مارینا نظرخدایوا، مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکا پاسخ داد.